بسم الله الرحمن الرحیم. امروز در درس اخلاق با هم درباره ساکت بودن و زبان را نگه داشتن و فایده های کم سخنی و چقدر زبان به شخصیت انسان دلالت میکند و کی بودن یک نفر را سخنهایش آشکار میکند با هم گفته میگذاریم. مؤلف چون همیشه اول سخن را با حدیث شروع میکنند که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیسکت. هر کسی که به الله و روز قیامت ایمان داشته باشد سخنی نکو گوید، سخنی نیک گوید، او لیسکت یا که ساکت بماند. اینجا سبحان الله حدیث پیامبر دلالت به آن میکند که اگر ایمانی کامل داشته باشی زبانت را یا به گفتن خوب عادت کنان یا اینکه تماما ساکت باش. و مؤلف میگویند برای انسان عاقل واجب است که زبان خود را نگه دارد و زبان خود را راست کند برای آن که تمامی عتاب و تمام اذیت یا گفتیم تمام عیب بالای تو زمانه می آید که زبان خود را به خود یا به عقل خود اطاعت کنانیده نمی توانی و محبت مردم بالای تو زمان زیاد می شود و تو هم وقار و هم آبرو را در بین مردم زمانه صاحب می شوی که تو ساکت باشی، یعنی صامت و سکوت را اختیار کنی. در دوامش میگن لقمان حکیم گفته بود که این من الحکمی الصمت و قلیل فاعله. اساس حکمت یا از حکمت این آرامیش یا خاموشی هست ولیکن مردم کم این را انجام می دهند. در دوامش شعر را می آورند که معنایش این است که تو چقدر سخن را کم کردی تو از شر و از بلاها خود را نگه می داری، چون بلا با زبان دراز و یا مشکلی ها اساساً پس از گفتاری دور و دراز تو می آید و همیشه به قلب خود امر کن و به زبان خود هم که ای قلب و ای زبان من، هر سخنی که میگوید اول آن را برکشید بعداً آن را بگوید، چون سخن اگر به ترازو یا به وزن بیرون برآمد حتما ضررش به کسی میرسد و اساساً از آن ضرر تو خودت از همه زیاد اذیت میشوی. در دوامش میگویند مالک ابن انس یعنی امام مالک میگویند هر چیز زیادیش خوب است اما زیادی کلام همیشه بد است. علم زیاد آموختی خوب است، خوبی های زیاد کردی خیلی خوب، اما وقتی زیاد گپ زدی هیچ خوبی ندارد. و صحابی جلیل ابودردا میگویند در زندگی هیچ خیر وجود ندارد به این دو مردم، اونه که خیلی زیاد سخن میکند و اونه که میداند و اما از آن به دیگران نمیرساند. و همیشه خیر است در این دو گروه، اونه که تقوا دارد و خاموشی را زیادتر رعایت میکند و اونه که عالم است و میگوید. یعنی برای شخص عالم وقتی مقصد از گفتن رسانیدن علم است هیچ عیبی نیست و این چونین برای یک شخصی که علم ندارد و صاحب تقوا هست برای اینکه با گفتن به خطا دست نزند وقتی خاموشی را انتخاب کرد این خیلی خوب است. در دوامش میگویند انسانی عاقل وقتی که مردم سخن میکند برای سخن مردم را شکست دادن سخن نمیکند. یعنی دیدی که کسی سخن کرده ایستاده است بیا من با سخنم گفته این را رد میکنم، این را شکست میدهم، گویان دهان را وا نکن، چون وقتی تو با مقصدی او را شکست دادن چیزی گفتی او هم تو را شکست دادنی میشود، با همین سخن شما به آخر نمیرسد. و در دوامش میگویند و اصلا در وقت سخن کردن کسی را اعتراض کنان سخن او را قطع نمی کند مگر اینکه ضرورت در اینجا ببیند و بدانید که
ساکت بودن یا خاموشی بودن این خیلی مرتبه بالا هست. اگرچه سخن کردن هم بد نیست، یعنی حتی سخن خوب گفتنی هستی ولی با سخن کردن خود کسی رو شکست میدهی یا سخن کسی رو قطع میکنی، بهترش اینجا است که تو ساکت بمانی. و وقتی تو معنای ساکت بودن رو نمیدانی، معنای سخن کردن رو هم نمیدانی. سبحان الله، همین جملهشان خیلی عجیب است. میگوید آنی که معنای سکوت رو نمیداند و یا در وقتی که باید خاموش ایستد خاموش ایستاده نمیتواند، او معنای سخن رو هم نمیداند، یعنی سخنهای بیجایش زیاد میشود. هر کسی که سکوتش یا خاموشیش کم است او خطاگی های زیاد و سخنهای خطا زیاد میزند. و میگویند انسان یک صورتی هست، هیچ حرکت گویا در او نیست اگر زبانش نباشد. این زبانی تو هست که تو را یا به درجه بالا میبرارد یا اینکه تو را پایان میفرارد. و وقتی که زبان در اطاعت پروردگار است به بالاترین ثواب و مکافات ها نائل می شود. و وقتی که زبان در آزادی هست و نه عقل و نه دل و نه ایمان او را کنترل میکند، به جز گناه چیزی دیگری را نمی آرد. و ساکتی چقدر که منفعت داشته باشد همون قدر زیاد گپ زدن ضرری خود را دارد. در دوامش میگویند ابن مبارک گفته بودند که همیشه با زبانت یک عهد و پیمان داشته باش، چون چقدر انسان‌هایی هستند که زبانشان سبب شکستن گردن آنها گشت و زبان تو بریدی قلب تو هست. یعنی زبان تو خبر می‌دهد از آنچه که در قلبت هست. پس زبان تو وقتی از عقل تو ببخشید از قلب تو به دیگران خبر داد که عقل هم قسما در دل است، با زبان خود یا به عقلی خود را به دیگران فاش می سازی یا اینکه با زبان خود با عقل بودن خود را، یعنی وقتی میگویی نه من بعضی چیزهای خطا میگویم لیکن در قلب این گونه نیستم، دروغ میگویی. زبان آن چیزی که در قلب ها هست و بیرون آشکار میکند و گوینده دل تو می باشد. و میگویند صوفیان ثوری میگویند عبادت اولین قدم های عبادت خاموشی هست، پس از آن طلب علم، سپس عمل کردن به آن، سپس حفظ کردن و آن را رسانیدن که در این باره در درس گذشته گفته بودیم. بعد از این میگویند هر کسی که سخنش زیاد شد هیبتش می رود. هر کسی که سخنش زیاد شد احترامش می رود. و حتی در خانواده هم خواهران عزیز، هر مادری که از حد زیاد به فرزندش این را نکن آن را نکن میگوید دیگر سخنش قدر و قیمت ندارد. هر زنی که به شوهرش خیلی زیاد از این و از آن شکایت میکند، شکایت او هم در نزد شوهر دیگر قدر ندارد. حتی در نزد نزدیکان خودت، فرزند خودت، همسر خودت، خواهر و برادر خودت با سخن زیاد آبرویت میرود. هرچی گپ های بیهوده یا گپ های تکرار به تکراری که تاثیر ندارد تو گفتی، بدون که هیبت تو را، احترام تو را پایان کردن میگیرد. و میگویند ابن حبان که برای هر یک انسان عاقل لازم است که تا زمانی که ضرورت نشد سخن نکند و تو از گفته های خود خیلی پشیمان میشوی، اما از سکوت خود خیلی خیلی کم پشیمان میشوی. یعنی همان گونه که برای گفته های خودمون ندامت میکشیم یا میگویم ای کاش نمیگفتم، خیلی کم است که بگوییم که ای کاش سکوت نمیکردم. با سکوت کرده خود تقریبا همیشه ما با خود میبالیم و جای خود را سرزنش کردن میگوییم احسن، آفرینت که در آنجا چیزی نگفتی. اما با گفته های خود تقریبا خصوصا گفته هایی که در وقت غضب هست همیشه میگوییم ای کاش نمیگفتم.
برای همین انسان عاقل از این خاموشی هایی که برای آن خود را همیشه احسن و تشکر می کند باید استفاده برد. و در دوامش می گوید بدبخترین انسان ها و از همه به بلا گرفتار شونده ترین انسان ها آنهایی هستند که زبان طلق دارند، یعنی زبان سرداده مانده دارند. زبان آنها در همه جا هست، یعنی درباره همه چیز گپ میزنند. آنی که از لجام یا از لجام زبان خود نمی کشد و زبان خود را در اینجا نباید سخن کنی، در اینجا جای تو نیست گویان اتاب نمی کند، بلا بالای بلا به سرش آمدن می گیرد. یعنی بدترین بلا بالای درازترین زباندارها می باشد. در دوامش می گویند زبان چه مخلوقاتی هست که با این تو چی کارهایی را می توانی انجام دهی انجام نمی دهی و چی کارهایی هست که تو می توانی با داشتن زبانت خودداری کنی و آن را نمی کنی. با یک کلمه می توانی دل چند نفر را به دست آری، با عین همان کلمه می توانی چند نفر را پریشان خاطر و دل شکسته کنی. با یک کلمه تو می توانی به یک نفر از امید و از در آینده قوی بودن بگویی و او بگوید که انسان خوب است. یک نفر را می توانی با سخن خود تماما ناامید کنی و سرزنش کنی. با یک سخن تو می توانی یک نفر را در نزد مردم تعریف کنی و او را تاج سر مردم کنی. با یک کلمه پستت می توانی یک نفر را غیبت کنی و او روی او را ببری. پس وقتی می توانی این همه خوبی ها را با زبان انجام دهی، چرا آن را به جای اینکه به خوبی ها استفادهش کنی به بدی استفاده میکنی؟ با یک تشکر کردن، با یک تعریف کردن، خصوصا خانواده خود را از همه زیاد ما کم تعریف میکنیم. اهل بیت خود را، سخنهای زیبای ما، تشکرهای ما، بهترین الهو باشد، سلامت باشد، ما همش برای بیگانگان است، اما سرزنش هایمان به اهل خانواده. پس با زبان چی کارهایی هست که میتوانیم انجام دهیم ولی انجام نمیدهیم و برعکس آن. بعد از این میگویند من بعضی از علمای را دیدم که شاید که در 20 سال یک سخن بیهوده از دهان آنها نبرآمده بود و این چنین بعضی از علمای را دیدم که آنها با جای سخن کردن، حتی مورد سخن کردن باشد هم سکوت را اختیار میکردن و میگویند ببینید هر یک چیز اگر یک دروازه داشته باشد، خداوند برای زبان شما 4 دروازه داده است، 2 لب و 2 دندان، که با 4 دروازه تو او را محکم کن. و حکمت الله این است که به تو برای کم سخن کردن 1 دهان و برای زیاد گوش کردن 2 تا گوش داد. آنی که گوش کرده نمیتواند سخن هم کردن نمیتواند. همان گونه که سخن کردن رو دوست می‌داری، گوش کردن رو هم دوست بدار، ولی چه خیلی می‌دانید سخن کردن از خوبی ها. در دوامش میگویند هر کسی که، یعنی عمر ابن خطاب، سخن عمر ابن خطاب رو می آورند که عمر ابن خطاب رضی الله عنه میگویند هر کسی که سخنش زیاد شد، افتیدنش هم زیاد می شود و هر کسی که زیاد افتید، حیای او، شرم و حیاش کم می شود و هر کسی که شرم و حیاش کم شد، دیگر تقوایش کم می شود و با کم شدن تقوا قلب انسان می میرد. قلب های مرده که در جسم زنده هیچ فایده ندارند. یعنی می گویند با زیاد سخن کردن خود را زیاد زیر پا میکنی و چند بار وقت زیر پا شدی دیگر تو از شرم و حیا دست میکشی. من دیگر جای شرم و حیا می داشتم نیست گویان، تماما حیا رو هم یک طرف میکنی. پس از این تقوای تو از بین می رود و قلب تو می میرد. پس کمتر سخن کن تا کمتر بیافتی. در دوامش میگویند این سخن است
که با گفتنش یک نفر را مردم یا به عیب طعنه میکنن یا اینکه با سخنی یا سرگپی. اما این آرامش و خاموشی هست که کسی به شخص آرام هیچ طعنه کرده نمیتواند و میگویند اگر سخن کردن نقره باشد، ساکت بودن این طلا می باشد. و در دوامش میگویند در مجلس عمر ابن خطاب جوان بود، همیشه می آمد علم می آموخت، سپس می رفت و چیزی نمی گفت. بار حضرت عمر می گویند من از تو خوشم می آید که می آیی گوش می کنی، سپس چیزی گفت نمی گویی و می روی. او می گوید من می آیم گوش می کنم، به قلب خود آن چیزی که گفتید قبول میکنم، یکی نافتم گویان، یکی خطای نکنم گویان ساکت میمانم. یعنی بعد از آموختن علم یکی آبرویم نرود گویان من دهان وا نمیکنم. بعد از این مؤلف میگویند انسانی عاقل همیشه از زبانش زیادتر گوشش را استفاده می کند. با استفاده کردن گوشت تو معرفت می گیری، صاحب علم می شوی و تقریبا برای شنیده هایت برای تو هیچ گناهی نیست که تو چرا آن را شنیدی و دهان دروازه گوش را خداوند باز کرده است. اما میگویند این زبان است که چرا گفتی گویان تو ندامت میشوی. و پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند و هل یکب الناس على وجوههم فی النار الا یا که على مناخرهم الا حصائد السنتهم، مگر انسانها را با چهرهش یا با بینیش داخل دوزخ نمی کند همان گفته های زبانش. زبان شما هست که شما را داخل دوزخ می کند و گوش های شما با شنیدن برای شما هیچ ملامت نمی آورد، چون تو به زبان شنیده هایت را نآوردی کسی تو را ملامت هم نمی کند، به این گناهگار هم نمی شوی. و وقتی که میگوید تو نگفتی چه خیلی گفتیم، چرا نگفتم گویان پشیمان نمیشوی، اما این گفته هایت هست که میگویی چرا گفتم و به آن پشیمان میشوی. در دوامش میگویند اینجا سخن ابودردا هست رضی الله عنه که میگویند وقتی تو با قهرگی را دوام میدهی برای ظالم بودنت همین کافی است. یعنی برای ظالم بودنت کفایه هست که با یک نفر سالها با یک خواهر و برادر مسلمانت قهری باشی و برای گناهگار بودنت همین کافی هست که با مردم همیشه در تلاش و در منازعه باشی و این چنین برای دروغگو بودنت همین کفایه هست که همیشه در سخن باشی. یعنی اونی که خیلی زیاد سخن میکند او از دروغ گفتن ایمن نمیماند. و میگویند کعب الاحبار گفته بودند که عافیت در 10 چیز است. یعنی انسان با 10 خصلت در عافیت هست، دور از گناه هست. 9 تای آن در ساکت بودن. یعنی با ساکت بودن تو از خیلی چیزها در عافیت میمانی. در دوامش میگویند امام شعبه محدث بزرگ بدانید بعضی انسان ها عقلهایشان در نزد دروازه خانهشان هست. آنها هر چیزی که از زبانشان برآمده رفت بعد حس میکنن. یعنی تا برآمدن زبان عقل آنها حتی حس ندارد که زبان چی گفته ایستاده است. بعضی انسان ها باشد عقلشان با خودشان هست، آنها هر چیزی که میگویند با عقلانه میگویند. بعضی انسان ها باشد عموما عقل ندارند، حتی پس از گفته شدن هم پروا ندارند که چی گفتند. ببینید آیا عقلتان همراهتان است یا در نزد در است که بعد از برآمدن سخن بعداً میفهمد، یا اینکه عقل تماما ندارید که چی میگویید و به کی میگویید حس نمیکنید.
و میگویند بدترین بلا بالای یک انسان زبان کشاد است. یعنی زبانی که تو تماما او را کشادی و ماندی. خیلی گفتم همیشه در حرکت و همیشه در گفتگو هست. و سکوت یک انسانی عاقل را خیلی زیبا میکند و یک انسانی جاهل را میپوشاند. یعنی جهل یک انسان با سکوتش پوشیده می شود و یک انسانی عاقل با ساکت بودنش زیبا می گردد. در دوامش میگویند بدانید وقتی که شما با سکوت زیبا می شوید، پس می توانید حتی در بعضی جایهایی که مباح است سخن کردن ساکت باشید. یعنی نه همیشه سخن کردن حرام است و مکروه است. بعضی حالتهایی هست که سخن کردن مباح است، اونجا هم بهتر است چیزی نگویید. و این را هم بدانید وقتی که شما زیاد میگویید از شما کم قبول کرده می شود. چه خیلی گفتم مادری که خیلی زیاد فرزند خود را سرزنش می کند، اخیران سخنهای او هیچ فایده ندارد بالای فرزند. چقدر که شما سخن را زیاد کردید قبول آن کم می شود. چقدر که کوتاه و با معنی سخن کردید حتی به نزدیکان خود سخن شما قدر پیدا میکند. و خواهران عزیز، چقدر خاموشی ها هست که از گفتن هم قوی تر است. ما فکر میکنیم که با گفتن به کسی تاثیر میرسانیم. ما فکر میکنیم این سخن ما هست که بعضی ها را تغییر میدهند، ولی بدانیم که ساکتی ما، سکوت بودن یا گفتیم خاموش بودن ما بعضا از هزارها کلمه، از هزارها شکایت، از هزارها تنقید و ملامت قوی تر است. پس در جایش باید سخن کرد و خیلی جایها هست که ساکت باشد و ببینید که چقدر سکوت بعضی ها رو می شکنند از آن کلام هایی که در وقت غضب می برایند و هیچ تأثیری نمی گذارند. یعنی سکوت تأثیر خیلی قوی خود را دارد، ولی مشکلی در ما هست که از این سکوت استفاده نمی بریم. گمان میکنیم با گفته ها می توانیم بعضی چیز را برسانیم. و میگویند سخن زیاد سبب بی‌آبرویی می شود اگرچه صاحب عقل باشی. و میگویند من بعضی نفرانی را دیدم که صاحب علم بودن و ابن حبان خودشان محدث هستند، میگویند صاحب حدیث بودن، ولی مردم از آنها علم نمی گرفتند و میگفتند او کثرت الکلام است، زیاد سخن میکند. یعنی مردم هم طبیعت مردم این گونه است که سرگپ را دوست نمی دارند. اونی که سرگپ است زیاد سخن میکند مردم او را دوست نمی دارند. و حتی علم که چقدر انسان را به درجه بالا می برارد، زیاد سخنی یا سرگپی یک صاحب علم را بی آبرو می کند. برای همین اگرچه علم داشته باشی هم، اگرچه گفتنی ها داشته باشی هم، در جایش بگو. به کسی بگو که او را قبول کند. جایی که سخنی تو را قبول نمی کنند، جایی که میدانی که گفتنی تو به کسی تاثیر نمی رساند، نگو، خاموش بمان. با خاموش بودن تو می توانی حداقل کرامت خود را یا آبروی خود را نگه داری. اما اینکه من میگویم به یکی به دیگری تاثیر میکند، میگویی پس از مدت میبینی که نه از علمت نه از شخصیتت در نزد مردم یگان حیثیت و آبروی نمانده است. بعد از این میگویند بدانید انسان عاقل همیشه زبانش در پشت دلش هست، یعنی در پشت عقلش، چون قلب جای عقل است در شریعت ما، در قرآن ما. و میگویند پیش از این که به زبان چیزی را بیاورد، اول در ترازوی عقل آن را بر میکشد، در ترازوی دل آن را بر میکشد، سپس آن سخن را میگوید. انسانی جاهل باشد قلبش پیش از عقلش است، ببخشید زبانش پیش از عقلش است. اول میگوید بعداً فکر میکند که چرا گفتم یا چی گفتم.
پیش از اینکه بگویی اول فکر کنی، نه اینکه پس از گفتن وای من چی گفتم و چرا گفتم بگویی. و هر کسی که زبان خود را حمایت کرده نمیتواند، او عقل خود را و دین خود را محافظت کرده نتوانسته است. و هر باری که زبان تو اصلاح شد، جسم تو هم اصلاح می شود. زبان تو اصلاح شد، چشم تو، دست و پای تو، فکر تو، قلب تو هم اصلاح می شود. و وقتی که تو زبان آلوده داری، جسمت هم فساد است. بودن بعضی نفران که سفیان ثوری میگویند مرد به من گفته بود من بعضی گپ‌های دروغ میزنم و در جسم خود آن دروغ رو میبینم. یعنی فقط با زبان نه، با کردن هم بعداً آشکار می شود. پس زبان ما با گفته هایش این جسم ما رو یا شرمنده می سازد یا خیلی اصلاحش می کند. بعد از این میگویند یک انسان سخنی خوب کرده نمی تواند. از یک انسان تو گپی فایده‌ناک شنیده نمی توانی تا زمانی که در او سکوت زیبا را ببینی. هر باری که در یک انسان خاموشی دیدی، بدان که در او سخنهای زیبای نهفته است. و در دوامش میگویند انسان عاقل را تا نپرسیدن به سوال جواب نمی دهد. یعنی از پیش خود این و آن گویان به سخن نمی درآید و این چنین سخن نمی کند تا زمانی که یقین کند که از او قبول می کنند. همین نقطه خیلی مهم است. بعضا ما چیزی رو میگوییم، از ته دل میگوییم، اما در خودی مخاطب ما، شخصی روبرو ایستاده ما، یگان آثاری گوش کردن به گفته ما یا گفته میل به شنیدن رو نمیبینه. چرا پس سخن میکنیم؟ چرا خود رو خور میکنیم؟ انسان های هستن میگویند در آن طرف یک نفر در دستش تلفن یا خیالش در کوچه و بازار. چرا سخن میکنی؟ میدونی که الان وقتی تاثیر کلام نیست، سخن نکن. این از بیعقلی است که به یک نفری که تاثیر ندارد یا اینکه پروا ندارد سخن بکنی. و مشکلی دیگر این است که زنهای زیادی هستند که با سرگپی مشهورند و آن هم در نزد خانواده خود، در نزد شوهر خود، در نزد نزدیکان خود خیلی عیب است. حتی همسرت باشد هم وقتی دیدی به سخن تو اهمیت نمیدهد یا سخن تو به او تاثیر ندارد، سخن نکن. بهترش خاموش باش، راه دیگر را ببین. و انسان عاقل زمان سخن میکند که بداند که سخن او را قبول میکند و وقتی که از او نپرسیدن جواب نمیدهد. و لا یجیب اذا شتم. و اصلا وقتی کسی او را حقارت کرد حقارت نمی کند. و این سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم و اخلاق حمیده ایشان بود. وقتی یهودها السلام علیک، مرگ بر تو می گفتن، پیامبر فقط و علیکم می گفتن، و شما هم دیگر چیزی نه. انسان عاقل حقارت را با حقارت جواب نمی دهد، دشنام را با دشنام جواب نمی دهد، چون برای خود، برای زبان خود، برای آبرو و عزت ایمان خود اجازه نمیدهد که با یک بد زبان برابر باشد. این هم یکی از حکمت های گم شده ما هست. کسی حقارت نویست، حتما حقارت می نویسیم. کسی ما را دعای بد کرد، 1000 بار از او بدتر دعای بد میکنیم. این اصلا از صفت شخصان عاقل مومن نیست. با حقارت گویان نباید برابر شد. بعضا با 1001 حقارت آن، با یک ساکت بودن یا خاموش بودن شما می توانید خنجری بزنید که تمام عمر به او تاثیر می کند. به یگان بد زبان نباید که باشد هم برابرش بد زبانی کرد. آره می توانید قصاص گیرید، اما قصاص با حقارت و دشنام نه. قصاص با بد اخلاق شدن و پایان شدن مثل او نه. در دوامش می گویند انسانی که عاقل است وقتی که از او چیزی طلب نکردن یا وقتی برای خود جای سخن، مکان سخن را ندید، اصلا پیش خود سخن نمی کند تا اینکه با سخنهایی که مردم اصلا به آن میل ندارند آبروی خود را ببرد. در دوامش میگویند
من از عبدالله ابن مسعود شنیدم، یعنی همین گونه روایت می آورند که عبدالله ابن مسعود صحابی جلیل میگویند بدانید که چیزی که ما باید خیلی و خیلی دور و دراز زندانیش کنیم این زبانمان هست. زبان را ما باید زندانی کنیم برای آنکه سر بلاهایی که سر ما می آید اساسا همین زبان است. و مؤلف میگویند تو بدان کدام وقتها کدام چیزها برای تو خلل میرساند به عقل تو، به ایمان تو، و بدان که هر وقتا که تو به قلب خود و به داخل خود اهمیت ندادی و برای اصلاح آن کار نکردی، زبان تو هم در هر کجا خودنمایی کردن میگیرد. به خاطر اینکه خودت را از خللها نگهداری، حتما از پی زبان خود باش و از پی قلب خود باش و از کلام زیاد، سخن زیاد انسان را تا اندازه بی آبرو می کند که یگان کار این گونه او را بی آبرو کرده نمی تواند. و در دوامش می گویند قصه زنی را که امام اصمعی همراهش وا می خورند، می گویند با زنی که در سفر بودم و برای هر یک جواب به جز آیت چیزی دیگری نگفت. یعنی مدت و فرزندانش گفتند تا سالهای دور و دراز است که این مادر ما از اینکه گناهکار نشود به هر یک چیز یک آیت میگوید و با یک آیت جواب میدهد. و در دوامش میگویند سخن زیاد و خوراک زیاد قلب انسان را میمیراند. چقدر که زیاد سخن کردی عقلت کمتر کار میکند، چقدر که زیاد خوردی هم شعور تو کمتر میشود. پس نگذارید با سخن زیاد و کلام زیاد شما عقل خود را و قلب خود را تباهش سازید. با زیاد سخن کردن هم در نزد مردم هم در نزد پروردگار آبرویتان برود. زیرا میگویند من نفرانی را، علمای را دیدم که گمان میکنم فرشته ها برای نوشتن از دهان او سخنها را انتظارند. یعنی انسانهای را دیدم میگویند که حتی به گمان من میگویند فرشته کتفشان هم برای چیز بگوید و نویسم گفتن انتظار هستم. پس اینجا خصوصا مسئله ما زنها، مسئله مادری، مسئله همسر بودن در این زمان فتنه، اگر فکر کنیم مؤلف 100% راست میگویند. اینقدر پشیمانی های شده، اینقدر ناامیدی و اینقدر چرا گفتم ای کاش من چرا این گونه هستم که گفتیم، همش از زبان درازمون هست. علل خصوص در وقت مشکلی ها میدانید که وقتی با کسی خصومت مشکلی دارید اون انسان چیزی رو از شما قبول نمی کند، حتی شوهر باشد، حتی فرزند باشد، حتی خویش و تبار باشد. بیایید در این لحظه ساکت بمانید، پس از آن یک حالت رو یا یک فرصت رو پیدا کنید که در قلب ها بوده رو بگویید. آره باید گفته شود تا بعضی از مشکلی ها حل شود. این زبان است که مردم را اصلاح می کند، ولی نه در همه وقت. بسیار حالت هایی هست که میپرسند چرا سخن مرا نمیگیرد، چرا میگویم و تاثیر نمی کند. شاید از حد زیاد گفتیم، شاید طور خود را خار کردیم که دیگر گپ ما به کسی اهمیت نمی دهد. پس خاموشی را باید زیادتر از سخن کردن استفاده کرد. خاموشی ها چیزهایی رو میگویند به مردم، گاهی فقط یک نگاه، گاهی حتی یک روز و 2 روز خاموش بودن، گاهی در وقت غضب به جای اینکه به حقارت بگویی بعداً سخن میکنیم گویان، تمام جنگ و تلاش ها رو به آخر رسانیدن تاثیرهای میرساند که 1 ساعت و 2 ساعت نوشتن ما و گفتن ما آن تاثیر را ندارد. این بود امروزه درسمان درباره خاموشی که امیدوار هستم این خصلت گم شده را رعایت کردن را یاد گیریم تا از خاموشی ما دنیای درس برای فرزندانمان شود. از خاموشی ما
در قلب انسان هایی که زبان ما را نمیفهمند خداوند فهمیش پیدا کند که از خاموشی ما بفهمند که مقصد ما چی است. غم و غصه ها رو بعضا با گفتن میخواهیم تمامش کنیم، ولی خاموشی ها هست که بعضا به انسان طمأنینه و آرامش میدهد. بگذار این خصلتی خوبه که در حقیقت نه همه زن میتواند صاحبش باشد. خداوند برای من و شما نصیب کند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.